آیا موسیقی حرام است یا خیر؟ یک موضوع اختلافی بین علما، اما بیاین ببینیم که اصل موضوع چی است. بعضی ها حدیثی را نقل میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته که بعد از من امتی میآید که آلات موسیقی را حلال میدانند. و بعضی دیگر روایت را نقل میکنند که میگویند که زنها دف میزدند و شعر میخواندند و پیامبر صلی الله علیه و سلم سکوت کردند، یعنی مشکل نداشتند با او. و همچنان در قرآن کریم آیه آمده که میگه که آنها با لهو الحدیث که به معنای سخنان بیهوده میباشه مردم را گمراه میکنن با استفاده از لهو الحدیث. پس اگر شما بخواید که موسیقی را حرام بشمارین دلیل داریم، اگر شما بخواید موسیقی را مباح بشمارین یعنی که حرام نباشه باز هم دلیل وجود داره. اما علما میگن که اگر موسیقی به حالت باشه که یک فرد را به طرف حرام نزدیک نکنه و فرد را تشویق به انجام حرام نکنه، مثلا فرد را دچار گمراهی نکنه، فرد را از نمازش باز نداره، فرد را نزدیک به زنا نکنه، فرد را به دزدی و به شرابخوری و به این رقم چیزای حرام تشویق نکنه و نزدیک نکنه، شنیدن او موسیقی مشکل نداره و مباح است. و قضاوت با شما. السلام علیکم و رحمت الله.